با درود و خسته نباشید به تمام ایرانی‌های عزیز و فارسی زبانان، چه داخل ایران و چه خارج از ایران. هر کجا هستید شاد و تندرست باشید. به مجله برسم خوش آمدید. خب این برنامه‌مون در مورد کیوی دارای تاریخچه چند هزار ساله می باشد و انواع مختلفی دارد. این گیاه بومی سرزمین چین و تایوان است. کیوی در قرن 12 میلادی برای اولین بار در استان چنگتوی چین کشف شد. در آغاز کیوی با نام یانگ تائو یا انگور فرنگی چینی شناخته میشد. کیوی میوه ملی چین است و در آغاز قرن 20 بود که یک مبلغ مذهبی به نام ایزابل فرازی پس از بازدید از مدارس در چین میوه را از چین به نیوزلند آورد. نام کیوی برای این میوه در نیوزلند انتخاب شد به دلیل شباهت ظاهری آن با پرنده کیوی که پرنده ملی نیوزلند هم است و در سال 1962 کیوی به بازار آمریکا عرضه شد و به سرعت جایگاه خود را در بازار جهانی پیدا کرد. اما ورود کیوی به ایران مربوط به سالهای 1340 تا 1347 توسط محققین ایستگاه کشاورزی رامسر بود. شکل ظاهری کیوی: درخت کیوی مانند درخت انگور دارای ساقه و شاخه‌های پرپیچ و خم و بالا رونده است. این گیاه ابتدا به صورت وحشی می‌روید. امروزه محققین و کارشناسان طبقه‌بندی علوم گیاهی بر طبق معیارهای خود گونه‌های موجود را اصلاح کرده و 36 گونه آن را که از حیث اقتصادی و میزان باردهی و سایر اصول کشاورزی و باغداری دارای اهمیت هستند را ترویج می‌دهند. میوه اکثر این گونه‌های وحشی یا اصلاح شده بیضی شکل و قهوه‌ای رنگ و پرزدار است. درخت بالا رونده کیوی اساساً نیاز به پایه و داربست داشته و در جنگل‌ها روی درختان همجواد تکیه داده و به ارتفاع حدود 30 متر نیز می‌رسید. به همین دلیل امروزه در باغ‌ها با اصلاح نژاد از رشد بی‌رویه آنها جلوگیری کرده و ارتفاع درختان را در مقیاس‌های 7 الی 8 متر محدود می‌کنند تا از نظر اصول باغداری قابل استفاده باشد. داربست‌های به کار رفته در اکثر باغ‌ها گارواریزه یا بتنی که به صورت ستون‌های تیبار یا سیستم‌های آلوچیقی یا سیستم حصاری یا دیواری است. درخت کیوی مقاومت خوبی از خود نسبت به سرما نشان می‌دهد. دوستان تا اینجا سابسکرایب یادتون نره. ممنون از شما. خب بپردازید به انواع کیوی. انواع کیوی بر اساس رنگ: کیوی زرد، کیوی توسرخ، کیوی طلایی، کیوی بنفش، کیوی آبی. اما بهترین نوع کیوی در جهان کیوی هایوارد است. کیوی هایوارد بیشک محبوب‌ترین نوع کیوی در تمام جهان است. از جمله بارزترین ویژگی‌های کیوی هایوارد به طعم، ماندگاری طولانی، غلظت بالای ویتامین‌ها، مناسب کشت در فصول سرد است. بی‌نیاز به بارور شدن برای تولید گل است. ویتامین‌ها و مواد معدنی کیوی: ویتامین‌های کیوی: ویتامین آ، ویتامین ای، ویتامین کا، ویتامین سی، ویتامین B1، ویتامین B2، ویتامین B3، ویتامین B4، ویتامین B6 و ویتامین B9. مواد معدنی کیوی: مواد معدنی کیوی شامل کلسیم، آهن، منیزیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، روی و مس است. اما جالب است بدانید ویتامین C کیوی بیشتر از ویتامین C پرتقال است. خواص کیوی برای پوست:
ویتامین‌های C و E و آنتی‌اکسیدان‌های این میوه برای تقویت و جوانسازی و سلامت پوست ضروری میباشد و علاوه بر این کیوی سرشار از فیبر و آنتی‌اکسیدان است که آن را به یک ملین عالی تبدیل می‌کند. مصرف منظم آب کیوی در دفع سموم و مواد اضافی در بدن مؤثر است. کمک به بازسازی سلول‌های پوستی با کیوی. ویتامین E موجود در کیوی پوست را مرطوب نگه می‌دارد. خواص کیوی برای سیستم گوارشی و کاهش وزن. کیوی هر نوع عدم تعادل در دستگاه گوارش را با تغذیه کردن آن و عمل کردن مانند یک پروبیوتیک اصلاح می‌کند. به علاوه این میوه دارای اکتینیدین نیز هست، آنزیمی که پروتئین‌ها را شکسته و به هضم آن کمک می‌کند. اگر به دنبال کاهش وزن هستید، کیوی یک راه حل عالی است. کیوی حاوی فیبر حل شدنی نیز است که باعث کاهش گرسنگی می‌شود و احساس سیری را افزایش می‌دهد. خواص کیوی برای جلوگیری از اختلالات تنفسی. مصرف ویتامین C معمولاً به افرادی که دچار بیماری‌های تنفسی مانند آسم یا سرفه‌های مزمن هستند توصیه می‌شود. کیوی به دلیل سرشار بودن از این ماده مغذی ضروری برای افرادی که دچار مشکلات تنفسی هستند مناسب است. لوله تنفسی را تسکین داده و علائمی مانند خس‌خس و گرفتگی بینی را کنترل می‌کند. کیوی برای کنترل دیابت و حافظه و افسردگی. خوشبختانه کیوی یکی از آن میوه‌هایی است که افراد دیابتی می‌توانند بدون نگران شدن از وضعیت سلامتیشان آن را بخورند و این به دلیل فیبر بالا و فرکتوز موجود در آن است. شاخص گلیسمی کیوی به شدت پایین است، فقط 53 و این از افزایش ناگهانی سطح قند خون جلوگیری می‌کند. به علاوه کیوی حاوی اینیستیتول است که آنزیمی به کنترل سطح قند خون کمک می‌کند. کیوی برای کمک به بهبود خلق خون. میوه کیوی راه خوبی برای مبارزه با خلق خوی بد و ناامیدی است. این میوه سروتونین بالایی دارد که به تقویت حافظه و خلق خو کمک می‌کند. مصرف منظم کیوی خواب را آسان می‌کند و راه خوبی برای مهار افسردگی است. خواص کیوی برای سلامت استخوان‌ها و فشار خون. افرادی که استخوان‌های ضعیف و شکننده دارند باید اضافه کردن کیوی به رژیم غذایی خود را در نظر بگیرند. این میوه مقدار بالای ویتامین K و کلسیم دارد، مواد معدنی که برای سلامت استخوان‌ها ضروری هستند. این مواد به کاهش خطر آسیب‌های استخوانی و پوکی استخوان کمک می‌کنند. کیوی برای کمک به کنترل فشار خون. اما گونه که بیشتر گفته شد، پتاسیم بالای کیوی از طریق مهار اثرات سدیم در بدن به تعادل الکترولیت‌ها کمک می‌کند. بنابراین کیوی می‌تواند برای افراد مبتلا به فشار خون بالا مفید باشد. خواص کیوی برای متعادل کردن میزان قلیایی بدن. مواد معدنی موجود در کیوی به خنثی کردن اسید زیاد معده کمک می‌کنند و شما را از ناراحتی و تهوع مربوط به آن را رها می‌سازند. اما این تعادل فقط به سلامت معده محدود نیست. تعادل اسیدی و بازی باعث جوانی پوست، خواب خوب، انرژی بالا و سیستم ایمنی قوی می‌شود. فواید خوردن کیوی در بارداری. کیوی میوه‌ای است که مواد مغذی بسیاری دارد. مقدار ویتامین C در کیوی 2 برابر مقدار ویتامین C در یک لیمو شیرین است. طبق تحقیقات دانشمندان، میزان ویتامین C موجود در کیوی 2 برابر ویتامین C موجود در مرکبات و 10 برابر ویتامین C موجود در سیب و هلو است. علاوه بر ویتامین C دارای مقدار ویتامین E
و املاح مهمی چون پتاسیم، منیزیم و کلسیم میباشند که به تنظیم فشار خون در بدن کمک میکنند. علاوه بر این کیوی منبع خوبی از فیبرهای رژیمی، کربوهیدرات‌ها، انرژی و سایر مواد معدنی است که برای مادر و جنین بسیار مفید است، اما به اندازه می شود. فواید کیوی برای کودکان. کیوی انتخاب خوبی برای کودکان نیز هست. با داشتن مقدار بالای ویتامین C و دیگر مواد معدنی ضروری مانند کلسیم و منیزیم می تواند برای کودکان نیز مفید باشد. خوردن یک عدد کیوی 230% نیاز روزانه ویتامین C را برای کودکان تأمین می کند که به تقویت سیستم ایمنی کمک می کند. جذب آهن را افزایش داده و به درمان زخم‌ها کمک می کند. این میوه به دلیل مقدار بالای فیبر یبوست را کاهش می دهد. خب بپردازیم به چند مورد از اثرات جانبی کیوی. خوردن کیوی کاملا بی خطر است، اما موارد کمی از حساسیت نیز مشاهده می شود. مصرف بیش از حد کیوی باعث آلرژی می شود. 1. آلرژی حساسیت به کیوی می تواند واکنش جدی را در برخی افراد ایجاد کند. معمولا این حساسیت با اسهال، ورم خفیف، درد شکم و خارش دهان همراه است. در موارد شدیدتر ممکن است فرد دچار شوک حساسیتی شود. در چنین موردی باید فوراً به پزشک مراجعه کنید. این واکنش حساسیتی بیشتر در کودکان رخ می‌دهد تا بزرگسالان. علاوه بر این، افراد حساس به گردگی‌ها احتمال بیشتری دارد تا به میوه کیوی حساسیت داشته باشند. 2. التهاب دهان. با مصرف زیاد کیوی ممکن است به دلیل ماهیت اسیدی که دارد باعث التهاب دهان شود. این التهاب به دلیل کریستال‌های سوزنی کلسیم و اکتینین ایجاد می شود. 3. مصرف زیادی کیوی باعث اسهال می شود. گرچه کیوی به دلیل میزان بالای فیبر یک ملین طبیعی به شمار می آید، اما استفاده بیش از حد آن ممکن است باعث اسهال شود. 4. تداخل دارویی. افرادی که داروهای بتا بلوکر یا مهار کننده گیرنده های بتا مصرف می کنند باید از خوردن بیش از حد یک عدد کیوی در روز اجتناب کنند، زیرا ممکن است سطح پتاسیم را به نقطه خطر برساند. این افزایش ناخواسته در سطح پتاسیم ممکن است به کلیه‌ها آسیب برساند. 5. انعقاد خون. کیوی فرایند انعقاد خون را در بسیاری از افراد آهسته می‌کند و این عامل ممکن است باعث آسیب شدید به افراد مبتلا به اختلالات خونریزی شود. علاوه بر این، اگر عمل جراحی دارید بهتر است حداقل 2 هفته قبل از وقت جراحی مصرف کیوی را متوقف کنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیوهای دیگر بدرود.